سلام بیننده گرامی، برنامه سرخط خبرها را برای روز 29 سپتامبر تقدیم میکنیم. وکیل قرغیز گفت قمچیبک تاشیف با سلاح وارد پارلمان شده است. منیژه سنگین کنسرتش را در دوشنبه لغو کرد. دادگاه پشت درهای بسته پرونده عبدالله غربتی را بررسی میکند. این و دیگر خبرها در ادامه برنامه. یکی از وکیلان شناخته مردمی قرغیزستان از پارلمان این کشور خواسته است رفتار قمچیبک تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی را بررسی کنند که به گفته او برخلاف قانون به مجلسگاه وکیلان مردمی اسلحه آورده است. ادخان مدومروف روز 28 سپتامبر در این جلسه گفته است این واقعیت که رئیس کمیته امنیت به پارلمان با 2 قطعه اسلحه می آید عملی بربرانه است. همچون نهاد قانونگذار ما باید قانونمند بودن هر عملی را ارزیابی کنیم، اگر نه پس ما باید بدانیم که مجلس نمایندگان وظیفه خود را اجرا کردن نمی تواند. بحث رفتار قمچیبک تاشیف در جلسه برخاسته است که وکیلان مردمی قرغیزستان مناقشه در مرز تاجیکستان با آن کشور را بررسی کردند. با گفته بخش قرغیزی رادیو آزادی، یگان وکیل درباره به تالار پارلمان اسلحه آوردن قمچیبک تاشیف صحبت نکردند و خدمات امنیت ملی قرغیزستان این ادعا را رد کرده است. در نتیجه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان که از روز 14 تا 17 سپتامبر ادامه کرد، از هر دو طرف بیشتر از 100 نفر کشته شدند. مقامات اوکراین روز 28 سپتامبر گفتند ضربه‌های موشکی روسیه به شهر خارکوف در شبانه روز گذشته بیشتر از 18,000 خانه را به نیروی برق گذاشته است. اولگ سینهوبوف رئیس شهر خارکوف گفت نیروهای روسیه موشک‌های S-300 به کار بردند که برای محو هواپیماها به کار می‌رود. به قول اولگ سینهوبوف روسیه این موشک‌های قوی را برای ویران کردن زیربنیادهای اوکراین استفاده می‌برد. خدمات حالت‌های فوق‌العاده خارکوف گفت در نتیجه ضربه زیر ایستگاه برقی و یک کارگاه نابود شده است. هیچ گزارشی درباره تلفات نرسیده است، ولی به قول اداره برق ولایت 18500 مشتری در ناحیه شیوچنسکی، خلدنوگورسکی و نووبارسکی به نیروی برق ماندند. منیژه سنگین آوازخوان تاجیک تبار روسیه برنامه هنریش را که قرار بود روز 9 اکتبر در دوشنبه برگزار شود به تأخیر انداخته است. او در صفحه‌اش در فیسبوک روز 28 سپتامبر نوشت که با سبب اعلان سفربری به ارتش روسیه و برای بخطری نوازندگانش کنسرت را 1 ماه به قفا گذاشت. با گفته منیژه برنامه هنری که باید روز 9 اکتبر در دوشنبه برگزار میشد به روز 24 نوامبر گذاشته شد. برنامه هنریش را این آوازخوان تاجیک تبار روسیه در شهرهای الماتا و تاشکند نیز به تأخیر گذاشته است. او شرح نداده است که نوازنده‌هایش چه مشکل دارند، ولی رئیس جمهوری روسیه چند پیش برای جلب سربازان اضافی به جنگ اوکراین فرمان امضا کرد. پس از این اعلان هزاران نفر از روسیه به کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان فرار کردند. حالا در تاجیکستان صدها شهروند روسیه قرار دادند که از سفربری به ارتش گریختند. در این باره گزارشی داریم که در برنامه اخباری آزادی ساعت 2 به وقت مسکو و ساعت 4 به وقت دوشنبه تقدیم می شود. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. امروز 29 سپتامبر در دوشنبه مرافعه دادگاهی عبدالله غربتی روزنامه‌نگار شناخته ادامه می‌یابد. مرافعه در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه پشت درهای بسته برگزار می‌شود. عبدالله غربتی ماه ایون با اتهام حمله به کارمند ملیسا بازداشت شد و بعداً مقامات گفتند که او با گروه‌های تروریستی همکاری می‌کرده است. سازمان‌های ژورنالیستی و نزدیکانش این اتهام را تهمت نامیدند. همکاران ما مرافعه عبدالله غربتی را پیگیری دارند و در برنامه اخبار آزادی پس از 3 ساعت در این باره تفصیلات خواهیم داد. و حالا نگاه به قربی اسعار. بانک ملی تاجیکستان برای 29 سپتامبر قربی 1000 روبل روسی را 168 سامانی، 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 22 دیرم و 1 یورو را 9 سامانی و 80 دیرم مقرر کرده است. در بانک‌های تجارتی می توانند پول شما را با قربی دیگر عوض کنند. سرخط خبرها با پایان رسید. بعد 3 ساعت دیگر و ساعت 2 به وقت مسکو و ساعت 4 به وقت تاجیکستان با برنامه اخباری آزادی
به خدمت شما برمیگردیم.